سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همکاران عزیز. اجرای گلخونه 1000 متری با تعداد 45,000 حفره کشت، سازه ها به صورت 20 طبقه و هر سازه 160 عدد حفره کشت داره و توی روش‌های معمولی توی گلخونه 1000 متری نهایت تعداد حفره‌ای که به دست میاد توی کشت‌های معمولی یک طبقه و خاکی تعداد 4000 الی 7000 عدد هستش که ما این عدد رو با سیستم‌های کشت عمودی به 45000 عدد رسوندیم. و پروژکتورهای رشدگی‌های لنزدار بین راهروهای باریک کار شده برای اینکه دچار کمبود نور نشن، گیاهایی که بین راهروهای باریک قرار میگیرن. محصولات قابل کشت داخل این سیستم و این گلخونه دسته تمامی سبزیجات لوز و توت فرنگی، دسته سبزیجات هم مثل کاهو فرانسوی، ریحان ایتالیایی، بیبی اسفناج و انواع سبزیجات لوکسی که توجیه اقتصادی بسیار بالایی دارن و این گلخونه با این تعداد حفره کشت میتونید بهره برداری بسیار بالایی داشته باشید.